تا حالا به این فکر کردی که قدرتمندترین ذکر برای ثروت و برکت و قرآن به صورت راز فراموش شده ای پنهان کرده یا ما سالها از کنارش ساده و راحت گذر کردیم؟ گاهی حقیقت اونقدر ساده و نزدیکه که دیده نمیشه، نه چون پیچیده است بلکه چون نیاز به آرامش داره. بعضیا تو کامنت ها نوشته بودن که ما اسمای اعظم خداوند رو خیلی تکرار میکنیم یا خیلی ذکر میگیم ولی نتیجه‌ای ندیدیم. به نظرت چرا برای بعضیا به گشایش میرسه و برای بعضیا فقط تکراره؟ نه به این دلیل که اونها آدمای متفاوتی هستن، بلکه شاید چون جور دیگه خدا رو صدا میزنن و جور دیگه میشنون. قرآن از رابطه حرف میزنه، از نزدیکی، از لحظه‌ای که انسان دست از فشار آوردن بر دعا بر میداره و اجازه میده معنا آروم آروم در دلش بنشینه. شاید همین تفاوت کوچیک راز بزرگی باشه که کمتر به اون توجه شده. خیلی از ما زیر فشار مالی دنبال نشانه‌های عجیب و وعده‌های فوری میگردیم، در حالی که قرآن از مسیرهایی سخن میگه که از اعتماد، صبر و فهم عبور میکنه. شاید اون چه زندگی رو باز میکنه نه تغییر ناگهانی شرایط بلکه تغییر آروم نگاه انسان به رزق باشه. قرآن خدا رو نزدیک معرفی میکنه، شنوا، آگاه از دلها، و شاید تمام راز گشایش همین نزدیکی باشه که سالها ساده از کنارش گذشتیم. پیامبر صلی الله علیه و آله روزی دعای مردی رو شنیدن، دعایی ساده، بی تکلف اما پرمعنا. اون مرد خدا رو این گونه صدا میزد، او رو به یگانگیش، به رحمتش، به زنده بودنش، به قیم بودنش و به جلال و کرامتش. وقتی دعا تموم شد پیامبر فرمود این بنده خدا رو با اسم اعظم صدا زد، همون اسمی که اگه به اون دعا بشه اجابت نزدیکه و اگه به اون خواسته بشه عطا میشه. نکته عجیب این روایت میدونی کجاست؟ اونجا که پیامبر هیچ وقت نگفتن اون یک کلمه مخفی بلد بود یا یک عدد خاص گفت، بلکه نشون دادن اسم اعظم در نحوه صدا زدن خداست، نه در رمز و فرمول. در روایت‌های دیگه اومده که اسم اعظم در میان اسمهای الهی پنهانه، یعنی هر اسمی از خدا اگه با شناخت، با حضور دل و با توکل گفته بشه میتونه به اسم اعظم نزدیک بشه. به همین خاطره که نامهایی مثل الله، حی و قیوم و ذوالجلال و الاکرام در احادیث جایگاه ویژه‌ای دارن، نه چون تلفظشون خاصه بلکه چون انسان رو متوجه حقیقت خدا میکنن. گاهی یه ذکر کوتاه از دل شکسته از صدها ذکر بی‌توجه اثرگذارتره، چون در اون لحظه انسان واقعاً با خدا حرف زده، نه اینکه فقط نامشو تکرار کرده باشه. شاید به همین دلیله که اسم اعظم هیچ وقت به صورت رسمی و قطعی اعلام نشده، چون قرار بوده در دل آدم‌ها کشف شود، نه فقط روی زبونشون. اگه این حرفو به دلت نشست ویدیو رو لایک کن و بنویس یا حی و یا قیوم تا بریم سراغ قدرتمندترین ذکر ثروت و برکت. شب قبل از خواب یا اینکه صبح وقتی که بیدار شدی، قبل از هر چیزی سعی کن عجله نداشته باشی. این ذکر کمکت میکنه از شلوغی ذهنت فاصله بگیری. اگه امکانش هست با وضو باش. یه لیوان آب بردار به عنوان نماد زندگی، نماد جریان، نماد رزقی که همیشه از جایی میرسه که شاید انتظارشو نداشته باشی. حالا 3 نفس عمیق بکش و با صدایی که خودت میشنوی، نه بلند نه خیلی آهسته، 11 مرتبه بگو یا ذوالجلال و الاکرام. هر بار که میگی تصور کنی اسم آروم آروم توی دلت میشینه. وقتی که تموم شد به آب بدم و اون آبو بنوش، نه با انتظار معجزه بلکه با نیت برکت، با نیت رزق حلال، با نیت گشایشی که اگه به صلاحت باشه در زمان درستش بهت میرسه. و اما شرط اجابتش چیه؟
بیا تا بهت بگم. الان وقت حرف زدنه، نه دعاهای حفظی، نه جمله های سنگین، فقط خودت و خدا. آروم مثل کسی که لحظه های سختی تو زندگیش داشته با نزدیکترین آدم به زندگیت حرف میزنی. به خدا بگو چی تو دلت هست. بگو کجا خسته ای، از چی میترسی، دنبال چی هستی، رزق رو برای چی میخوای، برای آرامش، برای خانواده، برای اینکه کمتر درگیر بشی. لازم نیست قشنگ حرف بزنی، لازم نیست درست بگی. خدا معنی دل رو بهتر از کلمه بلده. و وقتی حرفات تموم شد همه چیز رو به خودش بسپار. نه با ناامیدی، نه با شرط، بلکه با این حس که شنیده شدی. حتی اگه جواب همین الان نیاد. همین گفتگوی ساده خیلی وقتا از هر ذکر و عددی اثرگذارتره. دوستان بخش آخر رو حتما انجام بدین. من خودم خیلی تا حالا انجامش دادم و نتایج فوق‌العاده‌ای برام داشته. امیدوارم برای شما به همین صورت باشه. حالا اگه این ویدیو حتی برای چند دقیقه دلتو آروم کرد، لایکش کن و اگه دوست داری ویدیوهای بیشتری با همین لحن آروم و همین نگاه عمیق ببینی، کانال رو سابسکرایب کن و دکمه زنگوله رو فعال کن و یادت نره برای دوستی که منتظر نور امیدی از طرف خداونده بفرستی. در پناه حق.